خب یه اجرای خیلی عالی فوق العاده داریم با اجرای سقف تیرچه درجا. این هم مدل کاری که انجام میشه، کلا موضوع مشخصه. یه بعضی جاهایی که ما کار میکنیم این سقف درجا را به بعضی دوستان گفتیم که آقا سقف درجا مسائل کمتر میبره. الان دلیلش رو میخوام اینجا بهت بگم. خب حالا اینا مستقیم با نشون بدیم که دوستان بدونن موضوع چیه. ما این بلوک داریم. خب الان متر اینجا زدیم، دقیق ببین 50 سانتی متر. خب وقتی یه تیری داریم میخواد اجرا بشه، سقف معمولی تیرچه دقیقاً این لبه ایجاد میشه، یکش هم لبه اینور ایجاد میشه. خب وقتی اینجوری شد دیگه دهنه تیرمون میشه 50 سانتی متر. حالا چرا درجا کمتر مثلا نمیره؟ دلیلش اینه که ما این ورش لبه کار اگر نگاه کنید توجه داشته باشید اینجا یه 2 سانتی داریم، 2 سانتی نیم اینجا داریم، 2 سانتی نیم این بغل داریم، اینجا میشه. خب ما اینو داریم دیگه. این تیرچه وقتی می اجرا میشه 2 سانتی نیم اونور اجرا میشه، 2 سانتی نیم هم اینور، اینجا میشه تقریبا 58 سانت، حدودا 58 سانت میشه. یعنی یه چیز مواد 8 سانت 5 سانت اضافی میشه باشه، 55 سانت 5 سانت کلا به کار ما اضافه میشه. حالا هر تیری 5 سانت که بشه دوباره خود کاور بتونش هم اینجا داریم 2 سانت، اینم اینجا داریم، خود کاور بتون هم اینجا هست. این تیکه بین این بلوکه این هم 2 سانت اینجا، 2 سانت هم اونجا، 2 سانتی میشه تا 5 سانت، 5 سانت اونجا 10 سانت، یعنی از اونجا تا اینجا 10 سانت میشه 60 سانت ما داریم. یعنی هر دهنه 10 سانت بیشتر میشه. وقتی بیشتر بشه 10 تا تیرچه که ما داریم اجرا میکنیم 10 تا 10 سانت 1 متر میشه. پس با این حسابی که ما اینجا داریم این دهنه رو اگر نگاه بکنیم 1 2 3 اونم 4 تا تیرچه برده این دهنه ها. حالا اگر می‌خواد تیرچه معمولی اجرا بکنیم مطمئنا 5 تا تیرچه میبرد، یک اضافه میبرد و یه ردیف بلوک هم بیشتر میبرد. اینی که ما میگیم آقا تیرچه درجا مساله کمتر میبره. موضوع اصلی موضوع بعدی که ما اینجا داریم بحث انتظار طبقه بعدیه که میخوایم انتظارش اجرا بکنیم. اگه ما سقف داریم میزنیم، خب حالا میگه 16 55 برابر ترین قطعی میگه 16 50 برابر که باشه میشه 80 سانت. ببینم هشتاد تا ما دقیق اینجا داریم. این انتظاری که ما داریم، اگه انتظارمون 80 سانت باشن موردی نداره برای اجرای سقف بعدی. شیدم دهنه پله میشه، دهنه پلنش رو توی ویدیو دیگه توضیح خواهیم داد. اینم دهنه آسانسور که 4 تا کفی کلا داخل این گوش و گوش، اینجا و اینجا 4 تا کفی صفحه میخوره، صفحه برای جوش دادن آنالت آسانسور، آنکش آسانسور. اینم نمونه سقف های اجرا شده. این دوستانی که در حال انجام کارن. یه قسمت حلال یا نیم دایره هم ما اینجا داریم. اینجا دقیقا از همینجا شروع میشه تا بیاد اونجا که دقیق صفر میشه. اینیم حلال ما داریم. حالا تو طبقه پایین هم کف اجرا شد کامل. حالا انشالله اینم اجرا بکنیم این متوجه کار خواهیم شد. اینا که در حال بستن حرارتی هم و با کل این اجرا و کیفیت کار. یه توضیح دیگه من اینجا هم بدم اینو خدمتتون. اینو قسمت بالکن ما
دوبلش کردیم، یه قسمت رو دوب کردیم. چرا؟ چون که بعدا وقتی اینو کارش میکنیم دیوارایی که میاد روی این دیگه فشار زیاد، هر چه فشار بهش بیاد قابل تحمل باشه. دو تا تیر اضافه کردیم اینجا دیگه قابل تحمله. و یه مزیت خوبی هم که تیچ درجا داره اینه که دیگه از کار جوشکاری و اینا خبری نیست، همه چیز آماده انجام میشه. اسم تیزی درجا دیگه رو خودش، این درجا یعنی فوری بخوایم یه کاری انجام بدیم، فرض که یه جای ما داریم کار میکنیم یه تیری نیاز داشته باشیم، این تیر همینجا سریع خودمون دیگه آماده انجامش بدیم. اینو باید بخوای ببری تو کارگاه برشکاری کنی، جوشکاری کنی که جوش هم طبق اصول مهندسی برای میلگرد ضرر داره. اینم خاموتشه به شکل مثلثه، این همون تیر بخوای اجرا میشه این مستطیل تا این مثلث شکلی. این نگاه کنی مثلث شکلی دیگه، نه وقتی اجرا کنید دیگه چیزی به نام جوشکاری وجود ندارد. حالا ما اینجا هست نمونه‌اش، این الان اجرا شده کامل. اگه متوجه بشین تو کلیپ کاملا مشخصه این شکلی. یه کلم با سیم مفتولین بسته میشه، چیزی به نام جوشکاری دیگه وجود نداره. پس وقتی جوشی نباشه دیگه مقاومت میلگرد 100% بیشتر از میلگردی که جوشکاری شده. ببینم بلوک ها تمام پوکه کاری هم جنسشون پوکه مصرف شده، یعنی واقعا سبک سازی هم. اینا ما بخوایم وزنی هم وزنش بکنیم، یه بلوک ها اینقدر سبکه، اینو نگاه بکنی کامل با یه انگشت بلند میشه. این دیگه پوکه. و جای دیگه هستم فوم اینا کار میکنن، فوم خاطر تجسوزی بقیه چیزا واقعا غیر استاندارده. ما بلوک کار میکنیم، بلوک ها همه سبک از جنس پوک. خب دیگه الان تا ویدیو بعدی کارهای بعدی در خدمت شما هستیم. در ضمن یه موضوع دیگه هم اینجا توجه کنیم، یه قسمت اولب هم نگاه بکنیم، چون که میگه 16 نباید کمتر از 8 تا 90 سانت باشه که الان تقریبا 1 متر 1.10 سانت ما اولب داریم و اولب ها نباید نزدیک ستون باشه. حالا ببین از این ور ستون فاصله داره، از این ور ما اینجا فاصله داریم رایتش کردیم برای اولب. اگه بخوای اولب رو دقیق تو ستون کار بکنی واقعا تو مقاومت تاثیر زیادی داره. خب این قسمت آسانسوره، حالا تا طراحی انجام کامل بشه دوباره کلیپش خواهیم گذاشته. اینم از این.